مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره هلاکت با 6 نفر در 5 صدمه روزهای 25 26 و 27 سپتامبر سال 2023 در راههای جمهوری خبر داد. از جمله صبح 27 سپتامبر سال 2023 تخمینا ساعت 0:40 دقیقه راننده ماشین تمغه اوبل زفیر عبدالحمیدوف عالمجان سال تولدش 1971 ساکن شهر بوستان هنگام حرکت از سمت نویه بلخی به سمت شهر بختر واقع در جماعت دیات نواباد نویه بلخی از عهده دوره نقلیات نبرآمده پیادهگرد سالیوف مراد خوجه سال تولدش 1962 ساکن نویه قبادیان را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. شب 26 سپتامبر سال 2023 تقریبا ساعت 23:10 دقیقه راننده ماشین تمغه وز 2110 احمد فردوس سال تولدش 1985 ساکن نویه نورآباد هنگام حرکت از سمت نویه نورآباد به سمت شهر وحدت از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل حرکت را برآمده ماشین را به شخوری 70 متر به دریاچه شهر روغون چپه نموده است. در نتیجه خود راننده و مسافرش احمدوف سوربان سال تولدش 1996 ساکن همانجا در جای حادثه به هلاکت رسیدند. همچنین بنا به اطلاع مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان شام 25 سپتامبر سال 2023 تقریبا ساعت 19:00 دقیقه راننده ماشین تمغه دیو نیکسیا میلیکوف نوسر سال تولدش 1984 ساکن شهر ایسار هنگام حرکت در راه ماشینگرد دوشنبه ترسونزاده از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد صادقوف بیرو سال تولدش 1986 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد صادقوف جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. 25 سپتامبر سال 2023 تقریبا ساعت 18:00 دقیقه راننده ماشین تمغه مرسدس بنز خدایبردی امام علی سال تولدش 2001 ساکن نویه دیوشتیج هنگام حرکت در راه ماشینگرد دیهه چوینچی جماعت دیات وحدت نویه مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به طرف راست راه ماشین را چپ نموده است. در نتیجه مسافر ماشین مذکور عبداللهزاده خوشنود سال تولدش 2002 ساکن همین نویه جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. و صبح 26 سپتامبر سال 2023 تقریبا ساعت 07:00 دقیقه راننده ماشین تمغه خوندای سناتا محمد رسول افرایم جان سال تولدش 1994 ساکن نویه دیوشتیج هنگام در حالت مستی راندن ماشین در شورای خوجند دوشنبه چنوق در حدود جماعت دیموی نویه رسولوف از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به درخت کنار راه برخورده است. در نتیجه مسافر ماشین رسولوف اوتابک سال تولدش 1984 ساکن نویه سپیتامین جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. هر سال بر اثر صدمه ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.